مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر سال 2023 از آشکار شدن بازی اولت قلابی به مبلغ قریب 700,000 سومانی خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت عریضه مرد 46 ساله ساکن نوای رودکی وارد گردیده است که 6 اکتبر سال 2023 مرد 46 ساله ساکن شهر وحدت با روی فریب به باوریش درآمده از او 261 سر چروای میده شاخدار را برای چراندن گرفته. هنگام به آخر رساندن موسم چراگاه 116 سر چروایش را به مبلغ 320,000 سومانی نداده به منفعت شخصیش صرف نموده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نوع شامنصور با عریضه مرد 42 ساله ساکن شهر وحدت مراجعت نموده است که سال 2015 زن 47 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش درآمده خانه استقامتیش را به مبلغ 35,000 دلار امریکایی نرخگذاری کرده به او 20,700 دلار امریکایی داده وعده داده است که مبلغ باقی مانده را یعنی 14,300 دلار را در مدت 2 ماه پرداخت میکند، اما با گذشت اینک 8 سال مبلغ باقی مانده را تا حال نداده است. گمان برشونده بدون اجازت صاحب ملک با روی ساختکاری خانه استقامتی ذکر گردیده را به نام نسب خودش حجت گذاری نموده باقی مانده مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همین طریق در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جوان 24 ساله ساکن شهر ایسار 27 ینور سال 2023 با روی فریب به باوری جوان 19 ساله ساکن شهر دوشنبه درآمده از جبر دیده دادت автомاشین تمغه تویوتا کامری و تمغه BMW X6 را که او برای فروش برآورده بود 245,000 سومانی نرخ گذاری نموده از این مبلغ به جبر دیده 100,000 سومانی اش را داده هر دو ماشین را گرفته است و به صاحب ماشین وعده داده است که باقی مانده پولش را تا 11 فوریه سال 2023 برمیگرداند. اما گمان برشونده با همین غیب زده ماشینا را به نام خود حجت گذاری نموده به دیگران فروخته است و مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. ضرری رسانده شده 145,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر از تاجیکستان موردهای قلابی به خصوص موردهای فریب هنگام معامله‌های تجارتی خیلی زیاد شده است. افراد قلب دست مردم زود باور را با هر راه و هر واسطه اکثرا در معامله‌های تجارتی فریب داده پول یا مال‌هایشان را از خود می‌کنند.